آل مشت بزنده ای؟ این پیسه بخاری است. خدا خیر بده تو. بخاری چوب. خدا خیر بده. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سن کاملا سعی داری مرا ندیدی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب ما باشید پیش بریم. چی اسم نام تو؟ محمد خان. محمد خان. محمد خان جان روزی چند میفروشی؟ چرا کراچیت خالی است؟ سرمایه ما عمیق است که عمیق کار میکنیم، یک کار نمیشه، عمیق میکنیم که همین خرج خانه میشه، از اینکه زیاد نیست. چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 6 نفر 8 نفر هستیم. تنها خود کار میکنی؟ حال خود کراچیت هیچ چیز نیست. عمیق سرمایه است که امیر مال خریدم، دین روز خریده بودیم، امروز مانده دیگه. تا هیچ نه فایده شون دیدیم. خب یعنی همین کل سرمایه تمی بوده دیگه، فایدهش هم ندیدی، کل سرمایه تام گم شد. سرمایه هم گم شد. حالا چی میکنی از بابا؟ حالا میبینیم دیگه، توکل ما به الله که بله بدین شک الله متعال بخشنده مهربان است. با زمستان آماده گرفتیم. نه والا تو کار نیست دیگه که چی از این چیز چوب بخری، چی سرمایه خانه کنی، چی آرد بخری، چی دیگه مشکلات حل کنی، نمیشه، مشکلات زیاد است. خب عمیق میشه بازم شد. بعض اوقات که خودت تنها میشی از خدا چی میخوای؟ میگم جانجوری و خداوند تعالی سر کل اینکه بسرمان ها مهربان شوه، از کل این پرده کل بسرمان ها را کنه. الهی آمین. ایتو نیست که آدم برای خود دعا کنه برای دیگانه نکنه. بله. بسرمان نیست. خب ما امروز یک تحفه داریم با خودت. زنده باشی و خیر باشی. خواهش میکنیم. بیارین تحفه را. بگی بچین 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 بچین. یک عالم کیلا آوردیم، یک عالم. میفهمی؟ ماشاءالله ماشاءالله دیگه هیچ جای نمیشه دیگه، نه؟ هنوز دگام مانده، هنوز دگام مانده. والا کیله خیلی زیاد آوردیم، این ماند. میتونی جای به جای کنیش؟ میتونیم. بگی بیا. گاهی اوقات کیلا فروخته میدی؟ نه بیادر. هیچ وقت؟ نه. ماشاءالله زیاد از خدا برکت بندازه. خدا برای خودتان برکت بده. خداوند تعالی شما را برکت بده. زنده باشین. خیر بتتان. حالا مشت بزنده ای؟ این پیسه بخاری است. خدا خیر بتتان. بخاری چوب. خدا خیر بده. زنده باشین. خدا چیز که در دلتان است خدا بتتان. زنده باشین و خیر باشین. خب دوستان عزیز، ما کوشش میکنیم برای از اینکه انشالله با هموطنان عزیز ما که کارشان یا رو به سقوط است یا مشکلات دارن یا انرژی دارن ولی کارشان نمیتونن، ما چی ندارن، سرمایه‌اش ندارن، ما اونا رو دستگیری کمک میکنیم که از مشکلاتشان بینیشن. انشالله بتونید بفروشین، با سرمایه بخرین، باز بفروشین. کیله زیاد است، فکر می‌کنم 60 70 درجن است. جور باشه، خدا یاره. خب دوستان عزیز، قبل از که لالا امرای ما بغل کشی کنه، برنامه زمستانی ما در جریان انداختیم. کمپاین ما شروع شده است. خانواده نیاز به بخاری و چوب دارن. شما حتما به اندازه تا سهم بگیرین در این امر، خالی از اجر و پاداش نخواد. به شماره تماس و لینک ها مشاهده میکنید.